درود و احترام فراوان به شما همراهان رد پا. امروز با هم رد پا میذاریم توی یکی از خیابون‌های معروف و زنده عبود در بالی، خیابونی به نام جالان سووتا. اینجا جایی که اگه چند دقیقه بیستید و فقط به آدم‌هایی که از کنارتون رد میشن نگاه کنید، انگار دارید یک نسخه کوچک شده از کل دنیا رو تماشا میکنید. از اروپایی‌ها و استرالیایی گرفته تا آسیایی‌ها، آمریکایی‌ها، آفریقایی‌ها و آدم‌های از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف. بعضیا با عجله دارن دنبال مقصدشون میرن، بعضیا آروم آروم قدم میزنن، یکی دنبال رستورانه، یکی دنبال سوغاتی، یکی هم فقط دوربین به دست داره و سعی میکنه چیزی رو ثبت کنه که شاید چند روز دیگه فقط یه خاطره ازش باقی بمونه. و شاید یکی از جذابترین چیزهای بالی همین باشه، اینکه توی چند صد متر پیاده روی میتونید با آدم‌های از گوشه کنار دنیا روبرو بشید. اما در بین تمام این مغازه‌ها و رفت و آمدها یک چیز دیگه هم مدام چشم شما رو میگیره: معبدها. در بازار بالی پر از این معبدها و مجسمه‌های سنگی و تزیینات مذهبی. واقعا بعضی وقتا حس می‌کنید وارد یک فروشگاه شدید و هر 20 متر یک مینی کلیسا وسطش ساخته شده. البته برای مردم بالی اینا فقط یک دکور زیبا برای جذب توریست نیستن، بخش مهمی از زندگی روزمره و فضای مذهبی اونها هستند. و حالا برسیم به یکی از جدا نشدنی ترین اعضای جامعه بالی: موتورسیکلت. اینجا تقریبا هر جایی که انسان بتونه رد پا بذاره ظاهرا یک موتور هم میتونه. موتورها همه جا هستن، از کوچه‌های باریک گرفته تا خیابون‌های شلوغ و حتی جایی که شما فکر میکنید دیگه واقعا جای عبور یک موتور نیست، ولی هست، میاد، همیشه هست. و بعضی وقتا هم واقعا میرن رو اعصاب آدم. شما با خیال راحت داری راه میری، یه دفعه از پشت سرتون یه موتور رد میشه، تازه متوجه میشی که ظاهرا بخشی از پیاده هم در قوانین نانوشته رانندگی بالی جاده حساب میشه. البته یه خوبی بزرگ دارن، بیشترشون اسکوترهای کوچیک و سبک هستن و مثل خیلی از موتورسیکلت‌های بزرگ و سنگین غربی صدای وحشتناک و قررش موتور ندارن. تقریبا اکثر این کوچه‌ها و گذرهای بازاری در نهایت به خیابونه اصلی وصل میشن و همین که از یک کوچه باریک بیرون میاید دوباره با دریای از ماشین و موتور مواجه میشید. عبور نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده. تا حدود یک دهه قبل حضور ماشینا در بعضی قسمت‌های منطقه خیلی کمتر از امروز بود، اما با رشد گردشگری تعداد خودرو و به خصوص موتورها هم بسیار بیشتر شده است. از این طرف این گردشگری برای مردم محلی فرصت اقتصادی ایجاد کرده و از طرف دیگه هم خب ترافیک. در کنار ترافیک و شلوغی ناگهان با یک مجسمه فوق‌العاده زیبا روبرو میشید. مجسمه‌ای که بعضی‌هاشون اونقدر طبیعی و پرجزئیات ساخته شدن که برای چند ثانیه ممکنه فکر کنید یه موجود زنده واقعا وسط خیابون ایستاده. این مجسمه‌ها به خیابون‌های عبور یک حال و هوای متفاوت دادند، ترکیبی از هنر، مذهب، اسطوره و زندگی روزمره، چیزی که شخصا کمتر در جای دیگه‌ای به این شکل من خودم دیدم تا به حالا. و حالا اگه چند قدم دیگه جلو بیاید تازه متوجه میشید چرا عبور اینقدر برای گردشگرا جذابه. این خیابون رو نگاه کنید، پیاده‌رو تقریبا جای سوزن انداختن نداره، هر طرف نگاه میکنی آدمه، اروپایی، آسیایی، استرالیایی، آمریکایی و خلاصه از هر نژاد و رنگ و فرهنگی که فکرشو بکنید. بعضیا تنها سفر کردن، بعضیا با خانواده، بعضیا کوله پوشی به دوش دارن و بعضیا هم با لباسای خیلی مرتب و شیک انقدر از هتل 5 ستاره مستقیم اومدن برای کشف تمدن بشری. و نکته جالب اینه که همه این آدم‌ها با وجود تفاوت‌های زیاد اینجا برای چند روز، چند هفته در یک نقطه مشترک قرار دارن. یه خیابون در عبور. همین موضوع گردشگری رو برای من جالب می‌کنه. شما وارد یک خیابون میشید ولی در واقع وارد یک برخورد فرهنگی بزرگ میشید. اینجا فقط مغازه‌ها و رستوران‌ها نمی‌بینید. آدمایی رو می‌بینید که هر کدوم با یک داستان، یک کشور، یک زبان و یک سبک زندگی متفاوت برای مدت کوتاه کنار هم دیگه قرار گرفتن. و شاید عجیب‌تر از همه این باشه که همه دارن این کار مشترک انجام میدن، دارن قدم میزنن، یکی برای خرید، یکی برای غذا، یکی برای عکس گرفتن، یکی برای پیدا کردن هتلی که مثل من برای اینکه فقط ببینید خیابون چه داستانی برای تعریف کردن داره برای شما عزیزان. یکی از خیابون‌هایی که از بخش مرکزی عبور عبور میکنه و به محدوده‌ای میرسه که تاریخ مذهب و زندگی روزمره عبور به هم گره خوردن، جالان سووتا قرار گرفته. اسمش اگه درست بگم، جایی که هنوز هم یکی از نمادهای مهم عبور پلس در نزدیکی همین محدوده کاخ سلطنتی عبور یا تاریخی فرنگی شهر محسوب میشه. در واقع برای فهمیدن عبور باید کمی از ظاهر امروزی و توریستی اون فاصله بگیریم. عبور همیشه این شهر شلوغ پر از کافه و هتل و رستوران و توریست نبوده. ریشه های عبور به ساختارهای قدیمی روستاها، خاندان سلطنتی، دقیقاً سنت‌های مذهبی بالی برمیگرده.
خاندان سلطنتی نقش مهمی در توسعه و قدرت گرفتن عبود داشت و بعدها این منطقه به سوکاواتی، یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری بالی تبدیل شد. در اوایل قرن 20 هم ارتباط عبود با جهان خارج بیشتر شد و هنرمندان و روشنفکران غربی به بالی اومدند. یکی از معروف‌ترین این افراد والتر سپایز بود که در دهه 1920 به بالی اومد و حضور هنرمندان خارجی به تدریج به شهرت بین‌المللی عبود به عنوان یک مرکز هنر و فرهنگ کمک کرد و شاید به همین دلیلی که امروز وقتی در عبود راه میرید این ترکیب عجیب رو میبینید: معبد قدیمی کنار کافه مدرن، مغازه صنایع دستی کنار هتل لوکس، موتورسیکلت کنار گردشگران اروپایی و یک بازار سنتی در وسط شهری که بخش بزرگی از اقتصادش به گردشگری وابسته شده. این تضادها بخشی از شخصیت امروزی عبوده. و حالا دوباره برمیگردیم به واقعیت زندگی روزمره. هر چقدر غذا و بعضی رستوران‌ها اینجا میتونن برای یک توریست نسبتاً گرون باشن، خدماتی مثل ماساژ، مانیکور و پدیکور و بعضی خدمات زیبایی معمولاً قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارن و همین یکی از دلایلی که خیلی از گردشگران مدت بیشتر اینجا میمونن. یکی از صحنه‌هایی که در بالی خیلی زیاد می‌بینید موتورهای اجاره‌ایه. نگاه کنید، رنت بایک. خیلی خودشون موتور اجاره میکنن و باهاش این طرف اون طرف میرن. البته یک تصویر بسیار رایج دیگه هم اینه که یه دختر، یه پسر جوان اروپایی رو ببینه که با سبک لباس پوشیدن خودشون پشت یک موتور نشسته و داره از این خیابونا عبور میکنه، یا حتی پشت یکی از این موتورسوارهای تاکسی نشسته. من خودم به دلیل وزن و جسم اصلا سراغ موتور نرفتم. فکر کنم اگه سوار موتور میشدم موتور از من درخواست میکرد لطفا پیاده بشم. ولی خب تاکسی زیاد استفاده کردم و بیشتر تاکسی‌های اینترنتی که اینجا می‌بینید از دو اپلیکیشن معروف استفاده می‌کنن: گراب و گوجک اگه اشتباه نکنم. این دو تا اپلیکیشن بخش بزرگی از حمل و نقل روزمره گردشگرا و مردم محلی رو تشکیل میدن. برای مسافت‌های کوتاه و رفت و آمد داخل شهر خیلی کاربردی هستن. قیمتش هم بدک نیست، خیلی عالی و ایدئال نیست، ولی من چندین بار استفاده کردم و راضی ام از قیمتش. یعنی فکر کنم 3 برابر موتور باشه، ولی خب حداقل از تصادف کردن بهتره. حالا اینجا ممکنه تصویر کمی متفاوت ببینید. قبل از هر چیزی بابت این قسمت رو نشون میدم عذرخواهی میکنم. این مجسمه‌های چوبی که میبینید در بعضی فروشگاه‌های صنایع دستی بالی به شکل‌های مختلف فروخته میشن. نگاه کنید، ببخشید عذرخواهی میکنم بازم. نمونه‌ای از این آثار با نمادهای جنسی مردانه هم وجود دارد و برای بخشی از فرهنگ سنتی و باورهای عامیانه بالی این نمادها میتونن با باروری و زندگی و قدرت و دفع نیروهای منفی ارتباط داشته باشن. بنابراین چیزی که برای گردشگر ممکنه در نگاه اول عجیب یا حتی خنده‌دار به نظر برسه، برای سازنده یا فروشنده میتونه بخشی از نمادشناسی و فرهنگ محلی باشه. البته لازم نیست همه چیز رو هم جدی بگیریم. گاهی اوقات یک سوغاتی فقط یک سوغاتیه و احتمالاً فروشنده هم خیلی خوشحال‌تره که شما یکی از اونها رو بخرید. البته باشه که من بخرم یا حالا پولی هدر بدم، حالا بر صورت. دیدید؟ هلو، لکن میخوان فقط شما رو بکشن داخل. یکی از چیزایی که خیلی زود متوجهش میشید برخورد فروشنده است. معمولا وقتی از جلوی مغازه رد میشید با لبخند بهتون سلام میکنن، دعوتتون میکنن که داخل برید و محصولاتشون رو ببینید. اوایل سفر خیلی جذابه، احساس میکنید چقدر مردم مهربون و مهمان نوازی دارن. ولی بعد از چند روز ممکنه همین hello my friend come inside just looking good price کم کم تبدیل بشه به صدای پس‌زمینه‌های دائمی سفرتون. و اگه قصد خرید نداشته باشید گاهی مجبور میشید چند بار توضیح بدید که بابا فقط دارید نگاه میکنید. اما خب اینم بخش از تجربه بازارهای توریستیه و نمیشه انتظار داشت همه فروشنده فقط بشینن و منتظر بمونن مشتری خودشون وارد مغازه بشه. ولی خب من کلا اگر فروشنده بودم سعی میکردم این کارو نکنم، چون باعث فراری شدن مشتری میشه. عبود در طول دهه‌های گذشته به یکی از شناخته‌ترین مقصدهای فرهنگی و هنری بالی تبدیل شده. اما چیزی که اینجا رو خیلی از مناطق ساحلی بالی جدا میکنه همین فضای فرهنگی و مذهبیه. اینجا دریا و ساحل محور اصلی زندگی نیست، در عوض رودخونه‌ها، شالیزارها، معابد، کاخهای سلطنتی، هنر، صنایع دستی و سنت‌های محلی نقش مهمی در هویت منطقه دارن. و شاید برای همینه که حتی وقتی در این خیابون کاملا توریستی قدم میزنید هنوزم میتونید ردپای عبود قدیم رو ببینید. در گوشه یک کوچه روی دیوار یه خونه داخل
معبد کوچیک یا حتی در یک مجسمه سنگی که شاید خیلی از گردشگرا بدون توجه از کنارش رد بشن. اینجا نمونه دیگه از این ترکیب رو میتونید ببینید. یک معبد کوچیک درست در میان این همه مغازه و نمیدونم استال. نگاه کنید. سعی کردم اینجا بگیرم، نمیدونم خوب میگیرم یا نه، ولی خب ببینیم حالا. خوب نگرفتم، ببخشید. شاید برای ما عجیب باشه که فضای مذهبی در چنین محیط ژلوغی قرار گرفته باشه، اما در فرنگ بالی این حضور کاملا طبیعی تره. معبد فقط یک ساختمان بزرگ برای روزهای خاص نیست، بخش از فضای زندگی روزمره است و شاید همین موضوع باعث شده که عبور حتی با وجود این همه از حجم گردشگر هنوز یک شخصیت فرنگی مهم داشته باشه. گاهی یک معبد کوچیک درست در میان ساختمان‌ها قرار گرفته، مثل این. شاید برای ما عجیب باشه فضای مذهبی اینقدر با زندگی روزمره قاطی شده باشه، اما در بالی مذهب و زندگی روزمره خیلی بیشتر از اون چیزی که در بقیه کشورهای غربی می‌بینیم با هم تنیده شده. این معبد کوچیک برای من یکی از جذاب‌ترین بخش‌های قدم زدن در عبوده، چون لازم است برای دیدن یک مکان مذهبی معروف و خیلی لوکس حتما وارد یک مجموعه بزرگ و باشکوه بشید. گاهی فقط چند قدم اون طرفتر وسط همین شلوغی و ماشین و ترافیک فضای کم، یک فضای کوچیک آروم قرار گرفته که انگار دنیای خودش رو داره. و اگه دقت کنید حتی توی همین خیابون شلوغ هم نشانه های اعتقادیشون رو همه جا میبینید. گاهی یک معبد کوچک درست در میان ساختمان‌ها قرار گرفته. برای ما شاید عجیب باشه که یک فضای مذهبی اینقدر با زندگی روزمره قاطی شده باشه اما در بالی مذهب و زندگی و عقاید روزمره خیلی بیشتر از چیزی که در بسیار از کشورهای غربی میبینیم در هم تنیده شده است. خب و حالا این ماشین رو ببینید. واقعا من نمیدونم راننده با خودش گفته امتحان کنم ببینم رد میشه یا نه، یا واقعا مجبور بود از این مسیر عبور کنه. ورود خودرو به بعضی از این خیابونا و محدودهای شلوغ محدودیت زمانی داره و در ساعت مشخص شرایط متفاوت میشه. با توجه به شلوغی این قسمت به نظر میرسه که این راننده با عجله خاصی داشته از اینجا رد بشه یا نمیدونم یه قانونی برای خودش چیز کنه. البته من قاضی نیستم، من فقط دوربین دستم دارم گزارش میگیرم. راستش که جذاب‌ترین قسمت‌ها همین چیزای ناگهانیه. یه موتور که ناگهان از کنارتون رد میشه، فروشنده که شما رو دعوت میکنه، یک معبد کوچیک، یا حتی یک ماشین که تصمیم گرفته وارد خیابونی بشه که به نظر میرسه اصلا برای ماشین طراحی نشده. اینا همون جزئیات کوچیکی هستن که بعضی وقتا وقتی به سفر فکر میکنید بیشتر از جای دیگه معروف ذهنتون میاد. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودید واقعا ممنونم. فقط یه خواهش کوچیک ازتون دارم، اگه از این ویدیو خوشتون میاد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. ویدیوهای خیلی خوب و متنوعی دارم که دوست دارم کم کم منتشرش کنم. امیدوارم تعداد سابسکرایبرهای رد پا هم یه خورده بیشتر بشه تا این کانال تازه متولد شده کم کم شکل خودش رو پیدا بکنه. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و اگه فکر کنید دوستانتون هم از این ویدیو لذت میبرن رد پا رو به اونها معرفی کنید. خب دیگه حرف نمیزنم، شما رو تنها میذارم با خیابان‌های عبود، با آدم‌ها، صداها، موتورها، مغازه‌ها و تمام چیزایی که شاید نتونستم با حرفام براتون تعریف کنم. میدونم خیلی پرحرفی کردم، ریتم صحبت کردنم خیلی تند شده، ولی نمیدونستم صحبت زیاد بود و کار سختی هستش. امیدوارم این چند دقیقه تونسته باشه کمی از شلوغی ذهنتون رو کم کنه، اگه زیادتر نکرده باشه. ممنون که همراه من بودی. تا رد پای بعدی، بدرود. Okay.
Jij bent déjà in Jean. You're doing a tour. You see, I calling you, I give the position. I calling one, On est dans le mauvais sens, là. Faut le faire comme ça. C'est toujours le mot. Ok. I look really nice, but I'm too fat.